السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دوستان عزیزان و نفرایی که ما رو در شبکه فیسبوک تماشا میکنند و تشکر زیاد میکنم با برادرانی که برای بلند شدن نرخ اینترنت سر و صدا کردن. از آن جمله استفاده که احمد کریمزاده تشکیل کرده بود و برادران را دعوت کرده بود. تشکر زیاد به شما احمد کریمزاده و برادرانی که در این قضیه بی‌طرف نبودن و سر و صدا کردن. تشکر زیاد به شما میکنم و در آینده باید ما همین خیلی مثل همین استفاده که از قیمت شدن اینترنت بگیم که باید همه خیلی سر و صدا کنید، باز هم چند میتونید سر و صدا کنید. و امروز رژیم رحمانوف تصمیم گرفته است گویا که نرخ اینترنت رو با قول خودش با اوله برمیگردوند، یعنی که قیمت نمیکنن، ارزان‌تر میکنن. و امروز ما جوانان، ما هموطنان میتونیم که سر و صدا کنیم که این رژیم رحمانوف نه بلکه نرخ اینترنت رو، بلکه امروز خوراکواری ما رو، محصولات هایی که ما استعمال میکنیم و چی چیزی هست مثال به تاجیکستان از خارج کشور وارد می شود، اینها همش بگیم که در همه یک اویله هستند، تجارت یا اویله هستند و اینها چیکار میکنن؟ قیمت میکنن. ما باید یک دست شویم، یک مشت شویم و سر و صدا کنیم که تا رژیم رحمانوف چیکار کنه؟ بالای ملت مردم تاجیکستان ظلم نکند. و برادران با امید پیروزی در این قضیه بی‌طرف نباشید و سهم خود را بگذارید و با طریق ویدیو دیگر زمان رسیده است که ما باید دیگر زاره و ناله نکنیم. وقتی زاره و ناله تمام شد، امروز باید از حق حقوقهای شهروندی خود دفاع کنیم. و تشکر زیاد از هموطنان، دوستانی که ما را تماشا میکنند در این شبکه فیسبوک، تشکر زیاد میکنم به شما و نفرایی که در این قضیه بی‌طرف نبودن باز هم تشکری از شما میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.